سلام. خیلی کوتاه میخوام در مورد روند جلسات درمانی باهاتون صحبت بکنم. روندی که ما در جلسه طی می‌کنیم یه قواعد کلی داره. قواعد کلیش رو خدمتتون عرض می‌کنم و بعد جزئیات رو اضافه می‌کنیم. جلسه اول اگر تشریف آوردید، چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری تشریف آوردید، تلاش می‌کنیم در مورد کلیات صحبت بکنیم، شناخت بهتری از شما پیدا بکنم، من مسئله اصلی و مشکلاتتون رو شناسایی بکنیم. در عین حال من در مورد روند کاریم صحبت بکنم که چجوری کار میکنم، چه سبکی کار میکنم، در مورد سبک گفتارهامون توی جلسات و قواعدمون صحبت بکنیم و بعد به اهداف و انتظارات بپردازیم که شما چه اهداف و انتظاراتی دارید، با هم دیگه چک کنیم، بررسیش کنیم، تنظیمش بکنیم و اگر به توافق رسیدیم و نتایج خوبی گرفتیم وارد روند جلسات اصلی میشیم. جلسات به این صورته که هر جلسه ادامه جلسه قبل نیست، هر جلسه مستقله، میتونید موضوع مستقلی ارائه بکنید، توش واردش میشیم، پروسس میکنیم، در موردش صحبت میکنیم، تلاش میکنیم به حل و فصلی برسونیم و جلسه بعد موضوع دیگری که میتونه موضوع جدیدی باشه یا میتونه همون موضوعات قبلی باشه. ولی میدونیم که آروم آروم این جزایر منفصل به هم دیگه متصل میشن، ریشه های مشترک پیدا میکنن و روی ریشه هاش هم کار میکنیم. ما بین جلسات چیزی به نام تمرین نداریم، قرار نیست کار خاصی انجام بدید، فقط تلاش میکنیم جلسات رو طبق یک نظم و ترتیب خوبی جلو بریم تا به اهداف شما نزدیک بشیم. این قواعد کلیه که خدمتتون گفتم، ولی چون کار روان درمانی کاریه که با انسان سر و کار داره، شما به عنوان یک انسان میایید اینجا و برای انسان با تمام تفاوت‌هاش نمیشه قاعده و قانون 100% گذاشت. بسته به موضوع شما، بسته به شخصیت شما امکان داره هر گوشه از این قواعد و قوانین تغییر بکنه و متناسب با شرایط بهبود یا هماهنگ بشه که نزدیک‌تر بشیم به حال خوب و رشد و تعالی شما.